خروس بفرما. الان نوبت شماست. شکایت شما رو گوش میکنیم. بفرما. سلام، منم مثل تمام خروس‌های دنیا یک سری وظایفی دارم. یکی اون اینه که سر تایم‌های مشخصی قوقلی قو بگم. سر همین کلی مشکلات برام به وجود میارن. یکی داد میزنه خفه شو خروس بی محل. یکی به سمت من لنگ دمپایی پرت میکنه. یکی به سمت من چوب یا سنگ پرت میکنه. یکی به من فحش میده. یکی منو دنبال میکنه و منو فراری میده. خب خروسه جان، موضوع دیگه ای هم هست؟ آره جناب قاضی، من هم مثل خانم مرغ توی تمام مراسمات و ضیافت‌ها سر ما رو میبرن. تازه بعضیا برای کلاس میگن گوشت خروس بهتره. آره راست میگن به خدا. منم نظرم همینه. تا که یه چند تای زن برای خودمون پیدا میکنیم یا منو میبرن میفروشد و یا به همدیگه هدیه میدن. فقط این نیست، مرغا در اصل زنهای ما هستن. نه از ما اجازه میگیرن و نه صلاح و مشورت میکنن. مرغا در اصل زنهای من هستند. بدون اجازه و بدون صلاح و مشورت اونها رو میگیرن سر میبرن. کاشکه میخوردن، میگیرن سر میبرن و لوخ میکنن و میذارن توی یخچال تا یخ بزنه. یا میبرن و میذارن توی ویترین جلوی چشم همه. ای وای، آخ آخ، چه کار بدی.